هفته پیش با حامد با هم دیگه رفتیم، گفتیم بریم شهر ساری، یه شهری نزدیک لندن، یه چیز حدود 25 دقیقه تا نیم ساعت با ترام فاصله داریم. رفتیم اونجا پیش یکی از دوستای خوبمون سروش رو ببینیم. این گزارشی که میبینید کار حامد و منه. امیدواریم خوشتون ازشون بیاد، خوششون بیاد ازتون، خوشتون بیاد. حامدم اینجاست. قضیه این بود که قبل اینکه ما بخوایم بریم پیش سروش خواستیم سورپرایزش کنیم، بنابراین توی چت بهش گفتیم که داریم میریم یه برثدی کلاب و سروش گفتش که دهنتون و سرویس و اینا و ما اصلا قصدمون این نبود که بریم کلاب، قصدمون این بود که بریم سروش و رفتیم و حسابی مادر بگه یا سورپرایز شد. دست خب میریم برنامه رو ببینیم دیگه. بگو. سلام، من سینا جعفری هستم، من لندن، سینا جی. داشتیم با حامد داریم میریم از خونه اومدیم بیرون، به سروش گفتیم داریم میریم یک کلاب تولد و دستم چه چیزهای قرار نیست بیفته، میخوایم سورپرایزش کنیم. داریم میریم طرف شهر ساری گیلفورد، یه 45 دقیقه اونجا فاصله داره. بعدش من و حامد هم هستیم، دوتایی داریم با هم میریم. بعد هم سوار آندرگراندیم که بریم قطار رو سوار شیم. میخوایم اگه خدا بخواد پول رفت قطار هم ندیم اگه بشه، تو پاچه این دولت بکنیم. سروش چه سورپرایزی برات داریم، بذار. سورپرایز گنده. الان توی تهرانیم و داریم میریم ساری. برای بچه ها رو بگیر، همه هستن اینا. ویلیت هم نگرفتیم پسر، خیلی حال میداد تو انگلیس. هنوز پول نداریم، کسی هم نیومد از آن پول بگیره. ولی اینجوری که بوش میاد فکر کنم دارن یکی میادش دیگه پولی از آن بگیر و دیگه کنم به 12-13 پوندی و پیاده شه. آقا شانس بعد ما وقتی که ما رسیدیم به گیلفورد رفتیم دانشگاه، به کلی بدبختی پیدا کردیم و از کلی برای بچه ها سوال کردیم تا اتاق سروش رو بتونیم پیدا کنیم. از شانس بعد ما اومدیم و دیدیم اون قسمت درش قفله و کسی هم نیست در رو باز کنه و هرچی شماره سروش هم میگرفتیم اون نمیشنید و اینا. آخر سر یکی از برای بچه ها همون ساختمون اومد تونست در رو باز کنه و رفتیم تو. حالا اینجا در باز شده، داریم میریم تو. این تازه اولشه، حالا ببینید آخرش چی میشه. بربیل بابل کش و بربیل بابل کش و بیل عکس. چیکار کرد؟ ما نفهمیدیم بالاخره هابیل گابیل بابیل کش و بابیل هابیل گابیل بابیل کش. تو گوشم من صدا کردی زیر نویسشم من گفتی به رضا نشون دادم بعدش نشون بابا ولش کن اصلا مهم نیست چیه نشون. همینطور که دارین توی تصویر ملاحظه میکنی این برنامه‌ای که ما داشتیم تا ساعت 5 بعد از روز بعدش ادامه پیدا کرد، یعنی ما اصلا نخوابیدیم، همش داشتیم میخندیدیم. بعدش هم ساعت 5 خداحافظی کردیم از سروش اومدیم خونه. مادر بگریه.